سلام، خبرهای مهم رادیوی آزادی رو از روز چهارشنبه 23 ایول من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. اتحادیه اروپا و بریتانیا از رهایی الکساندر صادیقов پژوهشگری جوان که با اتهام جاسوسی در تاجیکستان بازداشت شده بود استقبال کردند. آن زمان ادوارد آور رهبری نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه و ریچارد وود کاردار سفارت بریتانیا به شرطی بودن این آزادی و ادامه تفتیشات تاکید میکنند. وود میگوید که بریتانیا خواستار بدون اعلان عیبنامه رها شدن صادیقов است. مقامات انتظامی تاجیکستان پژوهشگر 31 ساله و عنوانجوی دانشگاه تورنتو کانادا را روز 22 ایول به شرط ترک نکردن محل زیستش آزاد کردند. الکساندر صادیقов را که با دانشگاه اکسترر بریتانیا همکاری میکرد، یک ماه بعد از ناآرامی‌های مهمه در شهر خاروق با اتهام خیانت به وطن و جاسوسی بازداشت کردند. انجمن‌های زیادی علمی جهان و حکومت بریتانیا خواستار آزادشوی الکساندر صادیقov شدند. مقامات تاجیکستان با هدف خاتمه دادن به جلب مجبوری جوانان به ارتش و یا به اصطلاح ابله طرح قانون را برای بررسی به پارلمان پیشنهاد میکنند. نمایندگان وزارت عدلیه روز 23 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفتند در این طرح پیشنهاد شده است که مهلت خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان از 2 سال فعلی تا 1.5 سال کم کرده شود. عبدالمنان خلیقов معاون وزیر عدلیه گفت به آنهایی که اختیاری به ارتش می روند برای کار و تحصیل امتیاز داده می شود. ممکن است طرح مذکور مهمه سال آینده به پارلمان پیشنهاد شود. عبدالمنان خلیقов افزود بسیاری از جوانان تاجیک با راه‌های قانونی و غیر قانونی از ارتش فرار میکنند که این به گفته و یک تمایل بد شده است. شرایط نامناسب خدمت و هم وجود خشونت و بدرفتاری را از سبب‌های اصلی چنین وضع مینامند. مقامات بعد از 2 روز سکوت سبب‌های بازداشت شهرت قدرتov یکی از وکیلان دفاع شناخته را شرح دادند. در بیانیه کتبی آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان که روز 23 ایول به دست رادیوی آزادی رسید گفته می شود شهرت قدرتov با اتهام رشوه‌ستانی و تلاش برای رشوه‌دهی به یک دادرس متهم می شود. با گفته آژانس شهرت قدرتov را هنگام گرفتن $1000 از زیر حمایه‌اش بازداشت کردند، اما وکیل دفاعی او اسحاق تبرف میگوید شهرت خود را بیگناه میداند و پرونده‌اش هم غرضمندانه است. زیر توجه بودن همه ما حمایتگران این یعنی بی‌واسطه همون پرونده زید سیدی میباشد که ما در اون منفیت‌های آخرین رو حمایت میکرد. شهرت قدرتov در پرونده های پرسر و صدای مربوط به صاحبکاری معروف زید سیدov و وزیر پیشین امور داخله یعقوب سلیمov به حیث وکیل دفاع خدمت کرده است. او همچنین یک منقد حکومت تاجیکستان به شمار می رود. دانشکده اسلامی تاجیکستان میگوید تعداد داوطلبان تحصیل در این دانشکده در سال روان 3 برابر افزوده است. سلیمان давлатов رектор دانشکده اسلامی روز 22 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت امسال تقریبا 2400 نفر برای تحصیل در دانشکده در مرکز ملی تستی امتحان دادند که در مقایسه با سال 2013 3 برابر بیشتر بوده است. در دانشکده اسلامی تاجیکستان این زمان بیش از 2000 نفر تحصیل میکنند. سلیمان давлатов در شرح نشر برنامه‌ها درباره ملاهای مردم فریب در تلویزیون های دولتی گفت بعضی آگاه شده هستند که نه هر کسی که در لباس ملا هست باید ما رو باور نکنه. این طرفی چی است؟ مثبتی کار است. یعنی دیگر طرفی به خاطر حل مشکلات چی سلامتی یا چی مشکلات اجتماعی و عائلوی باید پیش کی نداریم، پیش فالبین و پیش هر جادوگر نداریم. طی چند ماه آخر در تلویزیون دولتی تاجیکستان برنامه‌های درباره بدرفتاری‌های خادمانی دین نمایش داده شد. حزب نهضت اسلامی میگوید این برنامه‌ها با هدف بدنام کردن این حزب سیاسی در میان مردم نشر می‌شوند. رابین آرتسمیت سفیر بریتانیا در تاجیکستان به فرزند نوزادش منوچهر نام نهاده است. دیپلمات بریتانیایی در صحیفه خود در توییتر نوشته است که منوچهر روز 15 ایول در پاریژ به دنیا آمد و او به خاطر فرزندش رخصتی گرفته به فرانسه رفته است. هرچند همسر دیپلمات بریتانیایی تاجیک نیست، اما آنها تصمیم گرفتند به پسرشان نام یکی از قهرمان‌های داستان شاهنامه را بدهند.
عکس و خبر و ویدیوهای بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیوی آزادی برای تلفن های همراه.